the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 8 English book, Unit 16, Lesson 1, page 161. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 8 فصل 16 درس اول صفحه 161. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied 5 sections. The first section that we have studied in the previous lesson was phonics. ما شما در درس گذشته 5 بخش آموختیم. اولین بخش که خواندیم، یاد گرفتیم بخش صداشناسی بود. The second section that we have studied in the previous lesson was grammar summary. دومین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم یاد گرفتیم بخش خلاصه دستور زبان بود. The third section that we have studied in the previous lesson was listening. سومین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم یاد گرفتیم بخش گوش کردن بود. The fourth section that we have studied in the previous lesson was speaking. چهارمین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم و یاد گرفتیم بخش صحبت کردن بود. The fifth and the last section that we have studied in the previous lesson was vocabulary. پنجمین و آخرین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم و یاد گرفتیم بخش ذخیره لغات بود که ما شما یاد گرفتیم معنایش را. So, in today's lesson we are going to study 3 sections. خب، در درسی که قرار است امروز ما شما بخوانیم و یاد بگیریم، ما شما قرار است 3 بخش را بخوانیم. The first section that we are going to study in today's lesson is vocabulary. اولین بخش را قرار است ما شما در درس امروز بخوانیم و یاد بگیریم بخش ذخیره لغات است. The second section that we are going to study in today's lesson is speaking. دومین بخش را قرار است ما شما در درس امروز بیاموزیم بخش صحبت کردن است. The third and the last section that we are going to study in today's lesson is writing. سومین و آخرین بخش را قرار است ما شما در درس امروز بخوانیم و یاد بگیریم بخش writing یا نوشتن است که ما شما میخوانیم و یاد میگیریم شاگرد عزیز. خب شاگردای نهایت عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. ما به یاد دارم که ذخیره لغات فصل 15 بر شما ما کارخانگی سپرده بودم که شما از یاد کنین. حتما وقت داشته باشیم در آخر از تک تک شما لغت ها را پرسان میکنم، درست؟ خب فعلا قلم، پنسل، کتابچه تان آماده کنین بیاین که درس خود بخوانیم. Vocabulary ذخیره لغات. Write the opposites of the following adjectives. خب شاگردان عزیز، گفته شده که چی کنیم؟ ما شما باید متضاد adjective یا صفت های ذیل را نوشته کنیم. شما دیگه آشنایی دارین، ما قبلا هم از این قبیل اکتیویتی ها را داشتیم. مثلا روز، شب، مثلا بزرگ، کوچک، مثلا سیاه، سفید. این چی است شاگردان عزیز؟ opposite یا متضاد یا مخالفش است. خب بیاین کار کنیم. پنسلایتان پیشتان باشه، من میخوانم شما هم نوشته کنین، درست؟ big بزرگ، small کوچک، clean پاک تمیز، dirty کثیف، dry خشک، wet نم یا تر. ببینین متضاد هستن، خشک نم یا خشک تر. late ناوقت، early وقت، more زیاد یا اضافه، less کم زیاد. متضاد یکی دیگه شد، درست؟ loud بلند، متضادش چیست؟ quiet آرام، پخش، ساکت. careful محتاط، با دقت، متضادش careless یعنی بی توجه. happy خوشحال، متضادش میشه sad غمگین. thin لاغر یا باریک، متضادش میشه thick ضخیم، درست؟ boring خسته کن،
متضاد boring میشه interesting، دلچسب. یک چیز از دلچسب می باشه، یک چیز بسیار خسته کن می باشه. good، خوب، متضادش bad، یعنی که bad. high، بلند. low، پایین. ugly، بدرنگ، متضادش beautiful، مقبول. young، جوان، متضادش چی میشه؟ old، پیر. difficult، سخت، دشوار، متضادش میشه easy، آسان، راحت. خب شاگرد عزیز، ای بود بخش vocabulary. اکتیویتی اول ما شما خواندیم و یاد گرفتیم و کلمات را adjective یا صفتها را چی کردیم؟ متضادش نوشته کردیم. خب پیش بریم به اکتیویتی بعدی خود ببینیم چی گفته شده. خب شاگردای نهایت عزیز، رسیدیم به اکتیویتی دوم از بخش vocabulary یا ذخیره لغات. یک اکتیویتی را ما شما انجام دادیم، بیا این اکتیویتی دیگر هم انجام بدیم. خب چی گفته شده؟ Read the adjectives and circle the odd one. Explain why. شاگردای نهایت عزیز، بر ما شما چی گفته شده؟ گفته شده که adjective ها یا صفت ها را بخوانید و سپس چی کنیم؟ حلقه کنیم او adjective را که عجیب و غریب است. odd یعنی عجیب و غریب. و بعداً گفته که explain why و توضیح بدین که چرا. شاگردای عزیز، من براتون adjective ها یا صفت ها را حلقه میکنم، شما باز میتونین که توضیح بدین. درست؟ ببینین اولش L، cheap، expensive، modern. ببینین شاگردای عزیز، 4 adjective. کدامش در بین اینا یک ذره عجیب و غریب آمده؟ ببینین L، مریض. خب modern، expensive، cheap، قیمت، ارزان، عصری. یک بخش. اما L، مریض، بیمار، اصلا ربط نداره، کم عجیب و غریب است. پس حلقه میکنیم. دومش careful، polite، friendly، tall. کدام adjective یک کم عجیب و غریب به نظر میرسه؟ ببینین tall، بلند. ما شما داشتیم careful با دقت، محتاط، pilot با ادب، friendly دوستانه. ببینین کاراکتر یا شخصیت یک آدم هم میتونستیم که ما چی کنیم؟ تعریف کنیم. اما tall، بلند، اصلا ربط نداره، کم عجیب و غریب است. سومش ببینین شاگرد عزیز luxurious، comfortable، expensive، hard. luxurious، مجلل، comfortable، راحت، expensive، قیمت، hard، سخت. کدامش عجیب و غریب به نظر میرسه؟ hard، سخت، دشوار. چهارمش pretty، ugly، interesting، beautiful. ببینین pretty مقبول، ugly بدرنگ، interesting دلچسب، beautiful زیبا. کدامش ربط نداره؟ interesting دلچسب. پنجمش shy، lazy، happy، wide. ببینین shy یعنی شرمندوک به اصطلاح ما شما یا خجالتی. lazy تنبل، happy خوشحال، wide وسع. کدامش عجیب و غریب است؟ wide وسع. ششمش noisy، dangerous، difficult، crowded. noisy پر سر و صدا، dangerous خطرناک، difficult سخت دشوار، crowded یعنی بیروبار. کدامش عجیب و غریب به نظر میرسه؟ noisy سر و صدا یا پر سر و صدا. چی است شاگرد عزیز؟ عجیب و غریب. خب شاگردای نهایت عزیز، من براتون این اکتیویتی را حلقه کردم، انجام دادم. بر شما تقریبا 50% کار رو من براتون انجام دادم. درست؟ چی میمانه بر شما؟ explain why. خب شما چی میکنین؟ توضیح میدین که چرا مثلا adjective یا صفت L در ستون اول چرا odd یا عجیب و غریب بود در بین اینها. درست؟ شما حتما explain یا توضیح میدین. درست؟ خب شاگردای نهایت عزیز، بریم به بخش بعدی خود. speaking صحبت کردن. in pairs کار جورایی است شاگردای عزیز. act of a mother or father of a student and meet your son's daughter's teacher. خب شاگردای عزیز، به شکل جورایی کار میکنین. درست؟ مثلا
ما براتون چه رقم واضح تر بگوییم که شما گیج نشین. درست؟ یک کم در کتاب مغلق تر گفته که شما مثل ازی اکت کنین، مثل ازی اکت کنین، اما ما براتون واضح میگم. دو نفره کار کنین شاگرد عزیز. مثلا ما براتون میگم صابر همراه یاسر کار میکنه. یاسر این رقم اکت میکنه، این رقم نقش بازی میکنه که من پدر کی هستم؟ پدر یکی از شاگردا هستم. درست؟ مثلا پدر احمد. و سالم، البته یاسر چی است؟ معلمش است. ما شما قبلا خوانده بودیم، درست؟ یک محاوره را ما شما خوانده بودیم که مادر پروانه همراه کی گپ میزد؟ همراه استاد یا معلم پروانه. اما رقم یک کانورسیشن یا محاوره واره شما چی میکنین؟ ترتیب میتین و در موردش صحبت میکنین. و شما در مورد بچه‌تان یا دخترتان چی میکنین؟ از معلمش پرسان میکنین. مثلا نام خدا فکر کنین که دیگه سالم یک دانه بچگک داره و همراه استادش یا معلمش که یاسر است صحبت میکنه. مثلا نام بچهش چی است؟ نام بچهش فتا. فتا میگه که بر یاسر میایه دیگه استادش هست. میگه که بچه‌م چطور است در درس‌ها، چطور است، با ادب است، بی تربیت است، چه رقم است. چی میکنه؟ امیر رقم از معلمش که یاسر است سوال پرسان میکنه. بسیار ساده. خب شاگرد عزیز، این بخش را شما می رقم میتونین که انجام بدین. درست؟ بریم به بخش بعدی خود. writing، نوشتن. ببینیم چی گفته شده؟ Look at the picture below and describe it in a paragraph. ببینین شاگردای نهایت عزیز، یک تصویر است. از کجا؟ چه فکر میکنین؟ این تصویر از کجا باشه؟ دقت کنین. تصویر میدان هوایی است. درست؟ چندان طیاره وجود داره. نمیشه که ما شما بگوییم که تصویر بند امیر است یا بگوییم که تصویر کوه ها است. تصویر کجاست؟ میدان هوایی. خب چی گفته؟ به این تصویر نگاه کنین شاگردای عزیز و تحت یک پاراگراف توصیف کنین یا تشریح کنین امی تصویر را. خب چگونه؟ مثلا میگین که in the picture there's a airport. خب مثلا چه رقم میگین که in the picture there's an airport and there are 3 or 4 airplanes. خب در تصویر میگین که یک میدان هوایی است، 4 یا 5 طیاره وجود داره. بعدش میگین همین رقم چی میکنین؟ تشریح میکنین تصویر را. درست؟ تحت یک پاراگراف. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. بریم درس امروز خود یک جمع کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied 3 sections. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز 3 بخش آموختیم. The first section that we have studied in today's lesson was vocabulary. اولین بخش ذخیره لغات بود. The second section was speaking. دومین بخش صحبت کردن بود. And the last section was writing. و آخرین بخش نوشتن بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. قلم کتابچه آماده، بریم به طرف کارهای خانگی. کتابچه‌تان آماده شاگرد عزیز، نوشته کنین homework، کار خانگی. Write a paragraph about the airport. Write a paragraph about the airport. شاگردان نهایت عزیز، یک پاراگراف در مورد میدان هوایی میتونین که نوشته کنین. البته با کمک گرفتن از امو تصویر در بخش writing یا نوشتن که بود میتونین که نوشته کنین. و یک سوالک دیگه هم هست. Write a paragraph about your daily activities. شاگرد عزیز، یک پاراگراف هم نوشته میکنین در مورد کارهای روزمره‌تان یا فعالیت‌های روزمره‌تان. ما شما دیگه یاد گرفته بودیم که میتونستیم تحت زمان simple present tense کارهای روزمره خود بیان کنیم. خب شاگرد عزیز، کارهای خانگیتان انجام بدین، درس‌هایتان بخوانین، پدر مادرتان آزار ندین. این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خود میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم.